خوش برگشتیم به تمرین فروش A پلاس میلیون 36. بچه‌ها ذهن ما شرطی شده. یعنی اینجوریم که آقا سر ماه باید یک درآمد زیادی رو داشته باشیم. من میخوام شما تصور کنید به مبلغ درآمد و حقوق یک ماهتون یک بدهی بالا اومده، یک اتفاقی که شما باید هفته دیگه پاسش کنید. چی کار میکنید؟ میخوام ذهنتون هوشمند بشه. کاری که انجام میدید توی یه هفته رو برای من بنویسید که به اون مبلغ برسید بدون اینکه پول قرض بگیرید. دقت کنید به این جمله. برای من بنویسید چه کار خلاقانه میتونید انجام بدید. این تمرین فوق العاده است بچه‌ها. آدم‌های ثروتمندی که تو لیست‌های قبلی بهتون گفتم رو پیدا بکنید. از طریق اینستاگرام جاهای مختلف سعی کنید با خدمت و تخصصی که خودتون دارید بهشون یه کار رایگان بدید. یه کار رایگان انجام بدید. مثلا شما کار سایت میگی به کسی که سایت داره و ثروتمنده یه خدمت رایگان انجام میدی. یک کاری رو در واقع بهش پیشنهاد میدی که بتونه رشد براش بسازه بدون هیچ چشم داشتی. این تمرین برای شما بی‌نظیر کار میکنه. خود من رفتم به یه پیج اینستاگرامی که درآمد خوبی داشته یه پیشنهاد دادم. هفته بعدش گفته آقا بیا با هم کار کنیم. و ارتباط گرفتم و تونستم اون کار صورت بگیره و خیلی جالبتون میگم توی یک هفته یک درآمد 60 میلیونی برای من حاصل شد. مثلا نیت همین بودش که فقط بتونم یه خدمتی به اون آدم برسونم بی چشم داشت، ولی دنیا به من جور دیگه ای برگردون. یه تمرین جالب، فرض کنیم همین امروز قرار قیمت محصولتون رو 10 برابر کنید. چی کار کنید ازتون میخرن؟ به این فکر کنید. یه سری موارد بنویسید تو قسمت محصول رد نشدنی. اینجا خیلی بهتون کمک میکنه. تمرین 39 اینه. یک محصول لاکچری انتخاب بکنید و توی سایتتون توی حالا در واقع پیجتون قرار بدید. محصولی که اصلا فکر کنید اصلا کسی نمیخره. بذارید باشه. مثال طلا فروشاست. شما میگی طلا فروشی میخوای یه طلای 20 میلیونی بخری، میگی آقا من میخوام 20 میلیون تومان طلا بخرم. طلا فروش اول میاد جلوت یه دونه طلای 100 میلیونی میذاره. ذهنت میره رو رقم بالاتر. بعد که طلای 20 میلیون بذاری دیگه نمیگی 20 میلیون، میگی 20 میلیونه. کاری که ما خودمون انجام دادیم این بود که اومدیم یک محصول 100 میلیونی تو سایتمون گذاشتیم. آدم‌ها فرم رو پر کردن برای اون خدمت 100 میلیونی ما. همین الان تو سایت هست اگه برید نگاه بکنید. اتفاق این بود اون محصول 100 میلیونی رو آدم‌ها میان فرم پر میکنن، در نهایت ممکنه بیان و خیلی احتمالش بیشتره بیان محصول 15 میلیون تومانی از ما بخرن. این تکنیک فوق‌العاده است. ازتون میخوام این کار انجام بدید، منم کنارتون هستم. اینجا شما قراره یک روز فروشنده خودتون باشید، یک روز هم خریدار محصول خودتون باشید. یعنی چی؟ یعنی شما یک روز جای کارشناس فروش محصولتون یا برندتون فروشنده میشید، به آدم‌ها میفروشید. تلفن میگیرید دست، با آدم‌ها تماس میگیرید. این کار من چند بار انجام دادم، باعث شد که خودم تمرین کنم فروشنده بهتری بشم. 2. خودتون خریدار محصولتون میشید. برید از سایت خودتون یه بار ثبت نام کنید، خرید انجام بدید. برید از پیج خودتون یک بار اصلا خرید انجام بدید با یه اکانت ناشناس. باگ هاشو پیدا میکنید. نمیدونید تمرین چقدر بهتون کمک میکنه. چه چیزهایی که تا الان ندیدین رو میبینید. منم کنارتونم. رسیدیم به تایم استراحت. یه استراحتی بکنیم، باز برگردیم سمت تمرین‌های اختیاری.